با اسکن این بارکد وارد دنیای یادبود دیجیتال عزیزانتون میتونید بشید. به سایت یادبود آنلاین خوش اومدید. بخش زندگی نامه. تو این بخش میتونید شرح حال و اطلاعات کامل مربوط به متوفا رو مشاهده کنید، همونطوری که توسط صاحب کد ثبت میشه. بخش آلبوم ها. این قسمت شامل تصاویر و فیلم های خاطره انگیز متوفا که امکان مرور و ثبت یادگاری رو فراهم میکنه و قابلیت ویرایش توسط صاحب کد رو داره. بخش قرائت و زیارتنامه ها. این بخش امکان پخش تلاوت قرآن کریم و زیارتنامه ها رو فراهم میکنه تا بازدید کنندگان از اون طریق برای متوفا طلب رحمت میکنه. بخش نذر و خیرات. بازدید کنندگان از این طریق میتونن توی کارهای خیریه مشارکت کنن. کاربر مستقیم به سایت مؤسسات خیریه معتبر وارد میشه و میتونه پرداخت انجام بده و ما دخالتی در این روند نداریم. بخش محل مزار. محل دقیق مزار روی نقشه نمایش داده میشه تا بازدید کنندگان مسیر رو بتونن به راحتی پیدا بکنن. همینطور از طریق اشتراک گذاری صفحه، از طریق لینک پایین صفحه میتونید لینک اون صفحه رو برای دوستانتون ارسال کنید تا راحت‌تر دستیابی کنید. بخش قرآن کریم. در این بخش امکان پخش تلاوت قرآن کریم به صورت صوتی و متنی وجود دارد. بخش یادبود. کاربران میتونن از طریق این بخش پیام‌های احساسی و یادبود خودشون رو برای متوفا ارسال میکنن. این پیام‌ها توی صفحه اختصاصی صاحب کد نمایش داده میشه و بعد از تایید صاحب کد برای عموم به نمایش گذاشته میشه. بخش موسیقی. کاربران از این طریق میتونن به موسیقی‌های حزن‌انگیز، مداحی‌ها و موارد مشابه دسترسی داشته باشن تا برای تسلی و آرامش از اون استفاده بکنن. برای مشاهده و ثبت یادبود عزیزانتون از سایت ما استفاده کنید.